اتفاق صفر. اتفاق صفر از اپیزود ایده ندارم. آخه مثلا تو اتاق ایده پردازی که سلام نمی‌کنه. من و تو نشستیم بوش سلام نمی‌کنم. نه مثلا ایده هم که دوربین نیست اینجا. چرا اینوری نشستیم؟ برگردیم پشت به تصویر. نه میگم ما باید مثلا اینجوری بشیم ما دیگه ایده پردازی کنیم. فقط تو دیگه نمیشی دیگه. مثلا الان چرا مثلا مثلا داریم فکر میکنیم دیگه، اینجوری فکر میکنه طرف اینجوری ایدهشو میگه. مثلا به دوردست خیره است و فکر میکنه. آره. نه این گفتی سلام علیک نمیکنم، میگم میایم تو چیز، میایم تو اتاق که سلام میکنیم دیگه. سلام مثلا نمیشناسیم مثلا. من تو با هم سلام میکنیم. سلام. خیلی مخلصیم. خیلی خوشحالم. آقا ما اما خودت رو قبول معرفی کنیم. خودمون معرفی کنیم. بله. بکنیم با جالب دیگه شناختن و خب من پدرام تهرانی ام و ت دسته‌دار 5 میلیون ساعت در حوزه مارکتینگ و خلاقیت دارم فعالیت میکنم. چقدر میشه 5 میلیون ساعت؟ 5 میلیون تقسیم بر 11 چیزه. واقعا با ت دسته‌داری؟ اینو جدی دارم چون نمیدونستم. تو این همه سال هم میشناسی نمیدونستی؟ نه اینکه تو شناسنامه با ت دسته‌داره. تو مسیج من به تو گفتم تهران، من تو میگم ت دسته‌دار رو میذاشتی. من فکر می‌کنم مثلا میگی که نه دیگه تو شناسنامه تهران قدیم داره دیگه. آها. فکر کنم تو میگی تهران قدیم با ت دسته‌دار بوده. تهرانی اصیلی مستد. آها خب. پس واقعا دو شناسنامه هم با ت دسته‌داره. خیلی باحال، ندیده بودم کسی. چون رفیق تهران با کامل تهرانی تا اینکه روبروی خونمون بود، خونه مامانم اینا، اونم تهرانی بود ولی خب با ت دو نقطه بود. با ت دست. خیلی اورجینالی. تمایزش نمیدونم چیه. منم طولانی ام، من رامتین کرامتی دیبا. رامتین کرامتی دیبا هستم. با اپیزود صفر در خدمتتونم. حوزه فعالیت هم بگم دیگه سریع هم سر اصل مطلب. حوزه فعالیت هم بیشتر بازیگریه، بعد کارگردانی هم کردم میکنم، نویسندگی هم میکنم، تئاتر بیشتر، سینما هم دیگه، حالا و همه این مشتقات حوزه نمایش. کارم در حقیقت اینه. خوشحالم هستید. خیلی خوشحالم. توضیح هر بشه واسه. آره. توضیح راجع به قضیه بدیم. ما واقعیتش به این داستان کلا فکر کردیم که اتاقای ایده پردازی، اتاقای فکر کلا مثلا توی شرکت‌های برندهای مطرح مثلا وجود داره، توی شرکت‌های تبلیغاتی وجود داره، تو خونه حالا هر شرایطی دیگه آدما میشینن توی فضایی با هم دیگه ایده پردازی میکنن، ایده های مختلف میگن، ولی همیشه یه حلقه مفقوده است. مثلا ما هیچ وقت این اتاقای ایده پردازی رو نمیبینیم، تصویری ازش وجود نداره که اون تو الان آدما چی گفتن، مثلا چه مراحلی طی شد، مثلا چجوری به ایده ها رسیدن، ایده های چرت و پرت گفته میشه، ایده های بامزه گفته میشه، ایده های خیلی جوست و جدی که روی استراتژی خاصی میشینه گفته میشه. بعد دیدیم این نیست، یعنی همیشه یک تصویر ناپدیدیه که احتمالا همون دوست داریم که ببینیمش دیگه، این فضا شکل بگیره. آره و حس میکنم که چی میگن، شاید دید بقیه آدما، حالا اونایی که نمیدونن مثلا در جریانش نیستن یا توی این اتاقا نبودن، دیدشون اینجوریه که یه سری آدما میان سفت و محکم 10 تا مثلا هر کسی مثلا 5 نفرن 10 تا ایده پرفکت میارن، بین اون 10 تا انتخاب میکنن و مثلا میشه تبلیغ مثلا فلان چیزی، یا مثلا محتوای فلان برنامه، یا مثلا فلان فیلم، فلان محصول، نمیدونم بیسا. در صورتی که اینجوری نیست. خلاصه ما دغدغه داشتیم که یک برنامه‌ای بسازیم که بتونیم توش یه در واقع ارزش خاصی ایجاد کنیم و یه خروجی داشته باشه. با رامتین ما خیلی سال دوستیم، یه 10-12 سالیه که با هم دیگه دوستیم
از قدیم الایام هم دیگه رو میشناسیم. بعد یه نقطه مشترک داریم خیلی موقع‌ها، اونم اینه که جلوی هم دیگه راجع به این که مثلا ایده‌های مختلف بگیم، حتی مثلا دور هم میشیم چرت و پرت میگیم و اینا میخندیم، هیچ ابایی نداریم. یعنی یه حالت پینگ پونگی داریم که من میگم رامتی میگه، من میگم رامتی میگه، تا نهایت ادامه راجع به چرت ترین چیزها. اصلا یعنی مثلا مهم نیستش که الان این مثلا چه میدونم موی دست تو بلنده و چیکار کنی و اینو ایده میدیم که مثلا مسخره اینجوری بزن موهاتو، کشه مثلا اینجوری بزن موهات، در این حد. همیشه چی میگن در رابطمون تهنشین بوده، اصلا این چیز نداشتیم دیگه. و این واقعا حتی حرف جدی میزدیم با هم دیگه، یا وسط حواسمون یه چیز پرت میشه، بعد یا مثلا من میگفتم و تو میگفتی اینجوری میشه اون اونجوری میشه. تا بی‌نهایت ادامه داشت. آره بابا. خلاصه این به نظرم خیلی اتفاق جالبیه که گفتیم یه فضایی رو فراهم بکنیم، یه حالت اتاق فکری، اتاق ایده پردازی، که بشینیم و راجع به مسائل مختلف با هم دیگه ایده پردازی کنیم. راجع به یه سری مسئله که خودمون به ذهنمون میرسه، یه سری مسئله‌ای که وجود داره، یه سری مسئله‌ای که شما احتمالاً ما میگین در ادامه ماجرا. حالا این مسئله ها میتونه هر چیزی باشه، مثلا چه میدونم یه سری ایده بدیم برای جلوگیری از آلودگی هوا، مثلا یه سری ایده بدیم برای اینکه پتو فروشی محمد آقا توی 15 خرداد فروشش بیشتر بشه. ما حالا واقعا پتو فروشی محمد آقا که بشه که فوق العاده است، ولی ما قطعاً برای یک پتو فروشی ایده پردازی خواهیم کرد. یعنی اینو من اینجا میگم ثبت باید برای یه پتو فروشی محترم شک نکنید. آره چون این پتو فروش اصلا دقیقاً مسئله مهمی هم هست. هر چی دیگه، اصلا یه دست فروشی که داره فندک میفروشه، نمیدونم یه لباس فروشی، یه دونه ماشین فروشی، هر چی کسب و کار. بعد برای هر چیز دیگه شاید مثلا یکی بگه که آقا من برای بچه‌ام میخوام اسم بذارم، ایده‌تون چیه؟ نه بشینیم ایده بدیم. یا اصلا چی میگن؟ شاید برای ایده میدیم ما. آره شاید برای اصلا چی میگن؟ تمرین. واقعا یه سری‌ها چی میگن؟ مثلا بیام بنویسه که طرف من برای سلام علیک کردنم مثلا چه میدونم خیلی تکراری شدم. آفرین. یا اصلا هر چی ممکنه طرف یه چیزی بگه که ما ایده پردازی کنیم، به اشتراک بذاریم، بقیه هم ایده پردازی کنن فلان با هم دیگه، و اصلا طرف تمرین کنه، بفهم اینو متوجه بشیم که میشه راجع به همه چیز ایده پردازی کرد. فقط الزاما الان چی میگن کسب و کار و نمیدونم ایده برای برنامه و یا اینجور چیزا نیست. یعنی ممکن اصلا صحبتش هم خودمون داشتیم که مثلا ممکنه که واقعا راجع به کانسپت رفتاری، سعی دارم کلمات انگلیسی کمتر استفاده کنم. کانسپت چی؟ مفهوم میشه کانسپت. راجع به مفهوم رفتاری مثلا چه میدونم با دوستمون قهر میکنیم چجوری آشتی کنیم. واقعا یعنی آخه حرف یاد نره، نکته مهمیه که خیلی وقتا راجع به سری چیزایی که میگیم ایده پردازی کنیم، مثلا خودمون خود من و تو هم همینجوری بودیم، یه دفعه قفل میشدیم گفتیم اصلا مگه میشه راجع به مثلا این موضوع ایده پردازی کرد؟ اصلا نداره، اصلا هیچ وجهی نداره بهش وارد شد. ولی یه ذره که صحبت کردیم، گفتیم، خندیدیم، یه جاهای دیگه بکنیم، یه دفعه یه راه نفوذ پیدا شد و کار در میومد. آره واقعا تمام شد. خلاصه اینجوری شد که گفتیم که یه برنامه اینجوری بسازیم و فضای ایده پردازی برای جفت ماها حداقل خیلی فضای جذابیه. یعنی خلاقیت ما از نقطه ایده پردازی شکل میگیره که حالا توی طول برنامه‌های مختلف راجعش صحبت میکنیم و مسائل این شکلی. ولی احتمالا میگم این فضای ایده پردازی چی خرماه، این فضای ایده پردازی خیلی نیست. تبلیغ میتونیم بکنیم؟ نه خرمای خاصوییه، یعنی نه برندش نیست. اینجا معلوم مزمز اسپانسر این برنامه نیست. آره اینم تاکید میکنم. خلاص داستان اینجوریه که ما به این فکر کردیم که اینجا رو، این فضا رو به تصویر بکشیم. یعنی احساس میکنم بعضی آدما فکر میکنن که ایده پردازی خیلی چیز عجیب غریبیه، گارد دارن نسبت بهش، بعد مثلا ایدهشون نمیاد، میترسن از اینکه ایده هاشونو بگن،
از این مسائل کلا یه چند تا قانون بگم. من قبل از این چیزی بگم، چقدر دارم یه چیزی میگم وسط حرفت، ولی نمیدونم چقدر داریم پراکنده حرف میزنیم و اینا، ولی به نظرم مثلا همین نکته ها هم مهمه که راجبش حرف بزنیم. همین که داریم میگی که خیلی آدمو فکر میکنن سخته نمیشه چجوریه، من اسم میگم به خاطر واقعا اون داستان تبلیغاتی راجع به این موضوعه، این داستانی که ساختن ازش، میدونی تصویرایی که ما تو اینستاگرام، یوتیوب، جاهای مختلف یا اصلا پیجایی که پول میگیرن تبلیغ کنن یا مثلا ایده پردازی کنن، خیلی یه خاص جلوش دارن دقیقاً که باید یادش حتما یعنی اینجوریه که ببینید ما مثلا یه دفتری داریم که مکبوک گذاشتیم، 6 تا فلان گذاشتیم، دوربینای خفن داریم، 7 نفر نمیدونم آدم فکر میکنن که اینجوریه و واه پس اونا یه مراحلی رو قطعا گذروندن. نمیخوام اونا رو به قول رپرها دیس کنیم، ولی اینجوریه که اون قدم که قول جلوش میدن حداقل برای شروع یا اصلا تمرینش و اصلا صحبت کردن راجبش. آره دقیقاً اینو میخوام بگم. ببین واقعا خب یه چیزی مثل خلاقیت، یه چیزی مثل ایده پردازی نیاز به تمرین داره دیگه. یعنی یه حالت عضلاتوریه که تو هر چقدر با این تمرین بکنی هی در معرض این اتفاق قرارش بدی قوی تر میشه دیگه. یعنی هی میتونه راحت‌تر ایده پردازی بکنه، راحت‌تر بروز بده و اینها. ولی دقیقاً نکته همون نکته که داری میگی شروع است. یعنی حالا ما نمیگیم اونا کارشون شاید مثلا کمه یا هر چی، ولی این که ترس داشته باشی که او پس من نمیتونم و اینا، اصلا نه. یعنی شروع باید بکنی خیلی ساده با هر چیزی. و به نظر مهمترین اتفاقی که نمیذاره این شکل بگیره ترسه. بله. ترس از این که قضاوت میشم، ترس از این که مثلا نمیتونم بروز بدم و بقیه الان چی میگن مثلا به ایدم میخندن. خب مثلا من خودم زمان مدرسه که راهنمایی شاید بیشتر که خیلی عجیبه، حالا بعدا راجع به این صحبت می‌کنم، دبستانی مشکل نداشتم. تو راهنمایی اینجوری بودم که واقعا یه موضوع رو نمی‌فهمیدم میترسم دستم ببرم بالا که از استاد سوال بپرسم. من مثلا یه سوالی می‌پرسم بعد همه بهم میخندن، مثلا میگن که این چقدر خنگه نفهمید مثلا این داستان رو. بعد واقعا از همینا شروع میشه. یعنی به نظر من همین نکته ها اصلا این نقطه قوتش اونجا این بود که تو اتفاقا تو دست بگیری بالا پرسشگر سوال بپرسی که اون میگم اون راه نفوذه باز شه برای تو همیشه باشه صدی بودی. الان دقیقاً من 2 تا اتفاق هم افتاد، گفتی در راستای فلان اینا، هی به دوربین نگاه می‌کردم، هی فهمیدم که گفتم الان میگن تو اولش گفتیم بازی کردم نمیدونی داری کجا رو نگاه می‌کنی، این پایین رو نگاه می‌کردم، تو لنز نگاه می‌کردم، به تو نگاه می‌کردم. اون یکی هم که من همین الان اسخای میکنم خیلی سریع ایده‌ای هستم میخوام من خورما خوردم. خب من تو تصویر چجوری من این حسه خورما زیر زبونم نگهش داشتم، دستتو یه دهنم داره قوی میشه، این زیر دارم حرف میزنم دستتو یه جلو دهنت خورد حسد در بیمارد. تمام یه خالی واسم جدی بگو کدومه دیدی یا میخوای یه بار دیگه ببینی؟ آقا این گل باختم دیگه الوز اثر کجا میندازه. خلاصه گفتیم خلاصه برسیم به این نقطه که این فضا رو به تصویر بکشیم و برای آدما خیلی ملموسش بکنن که ببیننش دیگه. یعنی ببینن که واقعا چیز عجیب غریبه اتفاق نمیفته. و خب ما هم میگم به خاطر اینکه سالهای زیادی تو حرفه‌های خودمون راجع به مسائل مختلف ایده پردازی کردیم، مثلا حالا رامتین تو حوزه تئاتر و سینما و بعد در واقع ایده پردازی سمت نمایشی، منم حالا بحث ایده پردازی سمت مثلا محصول و خدمات و تبلیغات و کلا مارکتینگ و فضاهای این شکلی. خب این هی قوی و قوی تر شده دیگه. یعنی کلا این اتفاق افتاده و حالا به شکل‌های مختلفی رفته جلو تا رسیدیم به این نقطه. و گفتیم خب اینو به تصویر بکشیم، راجع به مسائل مختلف ایده پردازی بکنیم که شما ببینید اگه میتونیم واقعا کمک بکنیم، ایده های خاصی بدیم یا ایده های مختلفی رو بدیم که کمک بکنه یه ایده های جدیدی تو ذهن خود شما شکل بگیره. خب این فضاها رو فراهم بکنیم. یکی دیگه هم نشون بدیم که واقعا چیز عجیب غریبی نیست. یعنی ما الان اومدیم که در یک پلتفرم جهانی ایده پردازی بکنیم و هر چیزی هم میگیم، شاید اصلا خیلی خنده‌دار باشه، شاید ایده نشدی باشه، شاید خیلی ایده خفنی باشه، ولی خب میگیم. یعنی 2 تا نکته داره. یکی این که واقعا دیواری نیست که لزوما بخوام بگم که من ایده‌مو فقط برای پول میدم. خیلی اینجوری میگن.
مثلا من که صحبت میکنم طرف من یه ایده ای دارم مفتی نمیدم، چی ایده مفتی بدم؟ آخه ایده ها تموم نمیشه که. مثلا فکر الان یه ایده رو مثلا بدی پولی براش نگیری تموم میشه. خب اون ایده رو ممکنه تا ابد نگه داری تموم بشه، مثلا با خودت تموم بشه اون ایده. اصلا خیلی وقتا دیدیم که اینو دیگه ببخشید واسه حرفت پریدم و نمیگم. نه بابا صحبت تو یاد داشت حرفم یادم میره به اینو گفتم. من تو جلسه هستیم میگم مثلا بری ببخشید واسه نه واقعا حرف میزنی. آره آها خیلی وقتا هم همین اتفاق افتاده دیگه. فکر کنم کلیشه ترین چیزی در داستان ایده، طرف گفته نه من میخوام بفروشم یا فلان استفاده رو ازش بکنم و بعدش یه ماه دیگه 2 ماه دیگه اصلا نه 1 سال دیگه یکی اون ایده رو ساخته انجام داده، اصلا ایدهش طرف سوخت شده اینقدر وایساده که اون ایده که اصلا اگر همونو ارائه میداد ممکن بود چه میدونم یکی بسازه یکی ازش بخره یا هر چیز دیگه، یعنی اتفاق میافتاد. دقیقاً اصلا گفتن خب خیلی اتفاق بهتریه، یعنی چون 2-3 نفر دیگه اونا ممکنه به ایده‌ات یه چیز دیگه اضافه کنن، ممکنه ایده تو به یه چیز دیگه تبدیل بشه. یعنی خیلی اتفاق جذابیه که کلا میفته و از نظر ما این اصلا وجود در واقع بیخودیه، این که به این فکر کنیم که مثلا دیوار باید بکشیم اینا رو محفوظ نگه داریم. گفتیم میایم مثلا جلوی همه این کار رو انجام میدیم، ایده‌های مختلف رو میگیم و از اون برم واقعا اینو ثابت میکنیم که ترس نداره. آقا اوکی شاید واقعا ملت بیان یه سریا اون زیر اصلا مسخره کنن فوش بدن، هست دیگه، حالا هر کی منشی داره یه کاری انجام میده، اوکی ما داریم ایده میدیم راجعش هم صحبت میکنیم. انقدر این فضای ایده پردازی واسه اون جذابه، انقدر این تمرینه و فضای در واقع به خروجیایی میرسیم که خودمون یهو شوکه میشیم عجب ایده چه حاجی این خفنه فلان، یا واقعا بعضیش انقدر خنده داره خودمون مثلا فان جذابی. مثلا قبل برنامه می اتفاق واقعا افتاد دیگه، گپی که میزدیم که برنامه رو شروع کنیم و اینا یه ایده میدادیم که حالا خودمون میگیم که نه بریزید بیرون ایده‌هاتون رو، خودمون اینجوری بودیم که اینو نگه داریم اینو بذاریم تو برنامه خودمونم تو این چیزه میافتیم و نمیخوایم بگیم ما علامه دهری ما نمیافتیم، ما هم میگیم دیگه، ولی در نهایت اونم میگیم. بعد احساس میکنم حالا نمیدونم الان باز دوباره نکته‌هایی راجع به اتاق فکر و اینا داری اگه میخوای بگی، یکی از نکته‌اش به نظرم اون بارش فکری هست دیگه. بارش فکریه که حالا یه سری اونایی که ما رو نگاه میکنن اگه تو حوزه‌های مختلف اصلا نشسته باشن راجع به این مسئله حرف زده باشن، این جمله تکراریه بین اونایی که بارش فکر میکنن که میگه که ببین فقط مثلا الان یه دفعه همینجوری به ذهنم رسید فقط دارم بلند فکر میکنم. کلمه بلند یعنی جمله بلند فکر کردن بدیه. چرا؟ خیلی جمله بدیه. یعنی چی؟ بلند دارم فکر میکنم، یعنی دارم میگم که حاجی من دارم یه چیز چرتی میگم مسخره‌ام نکن. آها یه زن میگی موضع ضعف داره تو. ببین قبل اینکه ایده رو بگی میترسی، خب بعد داری اینجوری میکنی ببین دارم بلند فکر میکنم. یعنی چی؟ یعنی من دارم یه کاری میکنم راجع به قضاوت نکنید بذار حرفمو بزنم فکر دیگه مثلا ببین کو بابا بلند فکر میکنم چیه تو بگو. ببین من از یه بار دیگهش داشتم میدونم که تو داری میگی به عنوان خوب داشتم میگفتم ولی دیدم نکته تو چقدر نکته درستیه واقعا. این که یعنی از موضع واقعا تا الان بهش بدون فکر نکردم، از موضع ضعف میاد که من دارم مگه مثلا تو باید چای بخوری میگی من الان چای رو میخورم، چای رو هم میخورم. حالا میخوای مثلا چه تو خونه بری برای خود چای بریزی مثلا اینجوری میکنی من برم برای خودم یه چایی بریزم که مثلا بقیه بگن که اگه این برای خود چای ریخ مثلا فلان یا اگه نریزه این چای نمیریزه. یعنی داره میگه که ببخشید من دارم میرم چای بریزم مثلا ببخشید من دارم فکرمو اینجا میگم اگه چرته ها چه حرفیه و فکر خیلی درست بود. میگم اون بلند فکر کردنه به صورت کلی مفهومش درسته که تو هی فکر کن و بریز بیرون باشه فکری داشته باش، ولی به قول تو اون کلمه بار منفی داره، یعنی بار ضعف داره که میگی هی اولش میگم که من فقط مثلا این میگم ببین نمیخوام بی احترامی کنم خب از اون خب بی احترامی نکن. آره دیگه چرا اولش میگی خب اگه نمیخوای از اول نکن متوجه میشه. من قدم بشینم به تو بگم که سلام پدرام جان امیدوارم حالت خوب باشه چه لزومی داره قبلش بگم؟ مگه میخوام بگم که اینجوری قبلش بعد که اصلا داری بی احترامی هم میکنی. دقیقاً ماجرا اینه. اصلا بلند فکر کن واقعا
چرا میترسی از که قضاوت بشی؟ میگم داستان همون مدرسه هست دیگه که میترسی دستتو ببری بالا سوال بپرسی. خب دستو بالا سوال بپرس 10 نفر بخندن اصلا مهم نیست. یعنی واقعا هیچ اتفاق خاصی نمیفته. و واقعا موقعی که این اعتماد به نفس ایجاد میشه، موقعی که تو به این نقطه ای از قدرت میرسی که راحت بتونی ایدهاتو بگی، اتفاقا اون چجوری میگن چشمه اون خلاقیت سرریز میکنه و یه اتفاقات خیلی بهتری میفته. خیلی سرتون درد نیاریم و بعد به چند توضیح دیگه بدم و بریم ادامه ماجرا. کلا اتاق فکر، اتاق ایده پردازی، برین استورمینگ، طوفان فکری، فضاهای این شکلی چند تا نکته داره دیگه. مثلا یه وقتی تو توی اتاق ایده پردازی نشستی، توی جلسه برین استورمینگ نشستی، چند تا نکته هست. یکی این که مثلا نقد ممنوعه، کامل نقد ممنوعه. مثلا همین که داریم میگیم مسخره کردن، قضاوت کردن، نقد کردن. یعنی مثلا من میگم که ببین رامتی مثلا الان بیایم اون سرپوشه رو مثلثیش بکنیم، بعد تو بلافاصله اولین چیزی که بگی اینه مثلثی که نمیچرخه، مثلا چه کاریه، مثلا همیشه این باید حتما گرد باشه. اما نه، اصلا نقد نکن. الان اینجا تو نقطه نقد نیستیم واقعا. یه چیزی که توی جلسه ایده پردازی مهمه اینه که اصلا فراتر از اون چیزی که داری فکر می‌کنی تخیل کن، چیز عجیب و غریب، یعنی مثلا چیزی که واقعا اصلا شاید نشد باشه. نه. اما نکتهش اینه که اون نشده خودش یک در واقع ورییشن های، یک گونه های مختلفی ازش به وجود میاد که به یه شد تبدیل میشه دیگه. یعنی واقعا اتفاق من اسم میگم که به جای نقد من باید وارد ایده تو شم. یعنی من به ایده تو اون لحظه فکر کنم، ببینم چی میتونم بهش اضافه کنم. بغلش کن. آره اصلا منم بهش خوشگلم بیا مثلا. آره منم دو تا بهت اضافه کنم. منم فکر کنم بهش تا اینکه بگم این که نمیشه. اصلا اوایل صحبت هم گفتی که واقعا ممکنه یه ایده هایی بدیم که اصلا واقعا خیلی فضایی، مثلا ایلان ماسک باید فقط بیاد اونو بسازه. اوکی میدیم ولی میسازه دیگه. گفتنش که مشکلی نداره، ما میگیم. حالا اصلا ساختم نشه. مثلا 10 سال پیش ایده میدادی، مثلا کی فکر میکرد که چیپ ست بکنن تو مغزت؟ الان یارو داره میکنه دیگه. یارو داره چیپ ست میکنه تو مغز ملت. نمیدونم همین هوش مصنوعی فلان و بیسار اینا بالاخره به وجود میاد. یعنی شاید الان به کار نیاد. نکتهش اینه که ایده ها که بهت میرسن تو اتفاقا باید به استقبالشون بری، یعنی قربونشون بری فلان و اینا. بعد اینا رو بذاری رو پات. حالا اون پای چیه؟ دفترچته. بنویسی، یه جا ثبتش بکنی، یه جا به کار میاد. حالا الان به کار نیاد، بالاخره یه جا دیگه اینا به کار میاد. یه با هم ترکیب میشن. من نمیدونم اینو فکر کنم قبلش گفتم، حالا این شکلی گفتمش که من باید بیام روی ایده تو یه چیز سوار کنم یا نه، حالا الزاماً حداقل بهش فکر بکنم. ولی داستان اینه که اصلا اون چیزی که تو مطرح میکنی هر چقدرم که بزرگ باشه، باعث یه ذره من با دوربین حرف بزنم، باعث این اتفاق میشه که دوستان عزیز باعث این اتفاق میشه که تو وقتی اونو میگی یه دفعه به ذهن یه نفر دیگه یه چیزی برسه. یعنی اونو که میگه من یه دفعه این به ذهنم رسید. بعد اون یکی اتفاقا چیزی که ممکنه واقعا چیز در دسترسی باشه، راحت‌تر اجرا بشه. مثلا اون چیزی که من ولی تو اگه نمیگفتی من به ذهنم نمیرسید. همین که اصلا ما میگیم پینگ پونگی با هم دیگه اینجوری، یعنی همین دیگه. دقیقاً. یعنی یه دونه تو توپو میزنی، من جواب میدم. دوباره مثلا من جواب میدم. حالا ممکنه یه جام نتونم بهش جواب بدم، رد شه بره. ولی دوباره برمی‌داریم شروع می‌کنیم. دقیقاً. این کاراشو. یعنی خیلی مثلا مثال درستیه که به این قضیه خیلی هم چیزه، خیلی هم روانشناسیه. به نظرم یه یوتیوب روانشناسی دیگه هم باز کنی. اینجوری نه، چون جدی در لحظه که داشتی بهش میگفتی داشتم فکر می‌کردم که اصلا هر بازی، اصلا مخصوصا بازی پینگ پونگ یا بازی این شکلی، تو توپو که میزنی اگه یارو توپو نزنه چی میشه؟ چی دیگه میره؟ بازی شکل نمیگیره اصلا دیگه. یعنی اتفاق نمیفته. دقیقاً. پس اینجا ما تمام شد. مفهومی رو برنامه رو بستی. خروجی این برنامه اگر فقط هم دیدی میگن اگر خروجی برنامه فقط همینم باشه کافیه. دقیقاً. بعد یه چیز دیگه هم بگم اینجا، شاید یه خورده عجیب باشه که ما حرف تو حرف میاریم و فلان اینا. یه چیزی که داریم تلاش میکنیم اینه که واقعا خیلی راحت بشیم، خودمون باشیم. جلسه ایده پردازی دیگه، مثلا جلسه ایده پردازی که یا اتاق فکر یا همین طوفان فکری که با هم نشستیم، مثلا من رامتی صحبت میکنیم، از قبل نه سناریویی داره، نه قراره مثلا اینجوری بشینیم با جست مثلا فلان و میمیک سینمایی و سناریوهای حفظ شده و اینا، نه. بعد یا مثلا لزوما یه لیست خاصی داشته باشه.
میدونیم که راجع به چه چیزایی میخوایم صحبت بکنیم. اکثرش بداهه است، یعنی نشستیم و داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم، ایده ها شروع میکنیم، ایده پردازی، ایده ها به ذهنمون میرسه و تلاشمون اینه که اتفاقا از این فضا استفاده بکنیم، واقعا مثل یه جلسه ایده پردازی که بکره، یعنی برای اولین بار داریم درگیر میشیم با این مسئله‌ای، میخوایم بیانش کنیم. بعد به خاطر همین حرف تو حرف خیلی میاد و داستانه این شکلی، ولی خب خیلی سعی میکنیم که راحت باشیم و یه فضای خودمونی رو ایجاد بکنیم که شما هم یه حس خوبی نسبت بهش بگیرید. به نظرم خلاصه به اینجا رسیدیم که نقد نکنیم تو جلسه ایده پردازی، به شدت تخیل کنیم، یعنی اصلا خودمون محدود نکنیم، هر چیزی میتونیم بگیم، با مزه باشه، بی مزه باشه، فلان باشه، قضاوت نداریم دیگه، نقد نداریم. و یکی دیگه توی جلسه ایده پردازی اتفاقا کمیت خیلی مهمه، یعنی مثلا تعداد ایده هایی که میدی هرچند بیشتر باشه بهتره، چون تو یه عالمه ایده ایجاد کردی که از بین اینا میتونی باز با هم دیگه ترکیبشون بکنی، دوباره ترکیب جدید بسازی، یا بعدن که میخواد بینشون انتخاب بکنی میتونی مثلا انتخابای زیادی هم داشته باشی. چون از اون ور بخوای دوباره به کیفیت ایده فکر کنی، باز میشه همون دیگه، میشه اون چارچوب گذاشتنه، نه حتما باید در این چارچوب فلان باشه. معمولا اینجوریه، چون هیچ وقت کیفیته که چی میگن این نقطه مهم نیست. آره نه اصلا میگم که هیچ وقت کیفیت آره نه ماکسیمومی نداره که تو نمیتونی بگی این تعریف شده که ایده ها یک ماکسیمومی دارن دقیقا. حالا تو تلاش کن خودتو به اونا برسونیم. کی گفته اصلا ماکسیموم ایده رو کسی گفته کجاست؟ نه آره دیگه، کلا بیانش کنی. دقیقاً تو فضای مفهومی کیفیت نسبیه دیگه. مثلا یه ایده ما میدیم از نظر خودمون فوق العاده است، از نظر آدمای بیرون چرت و پرته. ولی مهم اینه که این ایده پردازی اتفاق بیفته دیگه. مثلا اینو خیلی توی آژانس تبلیغاتی شکل میگیره دیگه، میشینن اون تو یک کمپین دیزاین میکنن، دیدی تو ایران مثلا، بعد پیش خودشون میگن این ته قضیه است، الان بیلبورد میزنی با فلان اینا. راستم اینو بگم نمیدونم الان بگم یا نگم. بگم چی میگی؟ همین چیزا بیلبوردها و اینا بگم نمیدونم چی میگی. نه همین میگم نهایتا کات کن دیگه. میگم دوست داشتی میگم میشینن فلان میکنن، ولش کن. یه حالا چیزی داره، تخریبی داره، سخره داره، سخره نمیدونم. ولش کن نگم خب باشه ولش کن. اصلا ما با بقیه چی کار داریم؟ این شابه ما میزنم، ما نون و ماست خودمون اینجا بخوریم. چقدر مسخره است. کونا اسمش اسپانسر برنامه ماست. آدامس ولی ببخشید نوشابه است ولی کوچیک تولید کرد. تو هم داری؟ دست شما دارم فانتای مناطق محروم چیه؟ فانتای تنظیم بازار. این هم ایده یکی بوده واقعا. ببین انقدر جذاب بود، یارو چیزی فکر کرده که آدم سو بذارم توی یه قوطی پلاستیکی. واقعا من اینا تبریز خریدم و انقدر جذاب بود که واقعا می‌خواستم یه نوخم 2 تا خریدم و ارزونم بود و خیلی باحال بود. قشنگ شبیه چیزه. برام جلو نشون بدم اینا خیلی رامسه ولی خیلی کوچیک و جالب. خیلی جالبی. آفرین. آره خلاصه پس این شد، اینا شد قوانینمون. ما خیلی قراره که راحت اینجا بشیم ایده پردازی بکنیم و سریع و باحال و جالب. بعد به مرور خب دیگه از شما کمک بگیریم، سوال میاد، مسئله میاد، شما اصلا ایده میدین واسمون، مهمان میاریم توی برنامه دیگه، اینو هی گسترشش میدیم دیگه، فضا رو میبریمش جلو که اتفاق بیفته. خب این چیز ببخشید این داستان که به نظرم واقعا حالا این دیگه واقعا خیلی نخنما شده، این که به خاطر کامنت و به خاطر فلان و مشارکت و پول و اینا نمیگیم، ولی واقعا اینو نمیگم و میدونم تو هم اینو نمیگی. این چیزی که الان میخوام بگم واقعا اینجوریه که آدما مشارکت کنن برای تمرینه. یعنی اصلا چه میدونم، واقعا هر چیزی که به ذهنشون میرسه، واقعا چه میدونم، اصلا کامنت هم نکنن، برای خودشون تو دفترشون بنویسن. اگه کامنت کنن که به نفع ما هم میدونی، ما هم این بارشه که اینجا داره یه دفعه مثلا چون 50 تا هم از اون برمیاد، خیلی باحاله دیگه، بی‌نظیر میشه دیگه. یعنی به نظرم خیلی اتفاق باحالیه. کلا نکن توی دنیا یه چیزی هستش که بهش میگن اوپن اینویشن. این ماجرایی که مثلا قبلا تو قدیم همیشه بین مثلا تیم‌های مختلف، شرایط مختلف دیوار میکشیدن دیگه، مثلا هر کی اون توتون
دیواره تو اتاقش کار خودشو میکرد، در واقع میکرد میداد اتاق بغلی اونا برن ادامه کارشون انجام. مثلا چه میدونم تیم دیزاین، تیم فلان، تیم کپی رایت، یا تو شرکت ها هستن تیم مالی اینا. الان خب خیلی دیگه مثلا اینکه این فضاهای اصلا اوپن آفیس به وجود اومد، یکی دلیلش همین بود دیگه که آقا این دیوار میوارا بزنین کنار، آدما همه کنار هم، بعد با هم دیگه مشارکت کنین. یعنی درگیر این بشین که الان یه ایده ایه، مثلا تو این جلسه ایده پردازی هر کسی میتونه شرکت کنه دیگه. لزوما نباید که مثلا حتما مدیر خلاقیت باشه، مدیر هنری باشه فلان. مدیر خلاقیت راهبری میکنه جلسه، ولی مثلا چه میدونم از تیم مالی اصلا با تفکر عدد رقمی هم میاد میشینه 4 تا ایده باحالمون میده. نمیدونم خودت تو مثلا با فضای نمایش میشینی مثلا 4 تا ایده باحال تو میدی. نمیدونم هر کسی دیگه، هر کسی مثلا از شرایط مختلف میتونه بیاد بشینه ایده پردازی بکنه. اینجا هم همینه. الان احتمالاً ان تا کاراکتر مختلف این برنامه رو میبینن با فضاهای روحی و فضاهای فکری مختلف. نظر بدین، واقعا شما ایده بدین. خیلی اصلا توی چیز انجام دادن دیگه، آوردنش تو کافه ها دیگه، میز اجتماعی. یکی از دلایلش این بودش که آدمایی که میشنن کار میکنن با هم دیگه چیز باشن. اون داره مثلا چه یه کاری گرافیکی میکنه، و اون ور میز مثلا یه آدم تولید محتواه، یه قهوه‌ای با هم دیگه میخورن، شبکه سازی. آره تو آنتراکشون یه سلام علیک میکنن، میگه تو چیکار میکنی؟ میگه من فلان کار میکنم. اصلا من به کرات چه به دفعات بسیار زیاد، به دفعات مختلف زیاد دیدم واقعا که آدما همینجوری با هم دیگه لینک شدن. من خودم یه عالمه با آدما سر همین میزای اجتماعی لینک شدم. یعنی نشستم مثلا طرف گفته فلان چیز، مثلا گفته آقا مثلا یه جایی مثلا یه ایده نمایشی می‌خوایم فلان کنیم، یه متنی بنویسیم، یا من گفتم مثلا طراحی پوستر داریم می‌کنیم. خب دارم می‌بینم دیگه طرف میره رو میز اجتماعی که اینجوری نیست که کسی تو لپتاپ من نگاه نکنه، برای کار اومده دیگه. مثلا یعنی شاید هم ندیده باشم، ازش پرسیده باشم. مثلا شما دیدم تو دفترش مثلا داره طراحی می‌کنه، اون هی دارم فرار می‌کنم از اینکه من نگاه کردم تو لپتاپ طراحی. خودم آدم چیزی نشون بدم، آدم چی میگن مثبتی نشون میدم که نگاه نکردم. شاید هم نگاه نکردم، شاید چشم خورد، اصلا نگاه کردم. بعد مثلا در بودم شما طراحی پوستر می‌کنین؟ گفته آره. مثلا ما نمایشمون مثلا طراحی پوستر می‌خوایم، گپ زدیم رفتیم جلو. یعنی اصلا شبکه طراحی پوسترمون انجام داده. اینم همینه. یعنی من و تو اینجا نشستیم، مهمون میاد، زیاد میشیم، بچه‌ها تو نمیدونم شبکه‌های مجازی بچه‌ها یکی دغدغه همینه دیگه. حالا راجعش صحبت می‌کنیم. خب بچه‌ها خب می‌خواستی همونو بگی؟ نه اون چیز می‌خواستم بگم که اصلا چی باید صدا کرد واقعا مخاطب رو. آها نه من فکر کردم می‌خوای اینو بگی که یه سری بچه توی خونه که برنامه کودک بچه‌ها میگن مامان می‌خوام ایده بدم. چرا ولی واقعا میگم آره بذار از این صحبت. آره این خودش چیزیه، ایده پردازی. آره واقعا یعنی مثلا کلی آدم هستن که اونورم به قول تو نشستن و اونا هم مشارکت میکنن دیگه. آره ایده میدن، اونا از ما میپرسن، ما بهشون میگیم. یعنی اون کامنت در حقیقت مثلا اون داستان پینگ پونگ است دیگه. میگه من به این فکر میکنم، ما میریم زیر اون، ممکنه یه کامنت 50 تا ریپلای گرفته باشه، هی ما گفتیم اونا گفتن، ما گفتیم اونا گفتن، و حتی تو برنامه آوردیمش. دقیقاً اینا همه چیزاییه که به نظر مفیده. خلاصه که برنامه قرارش اینجوری شروع کنیم و دم شما میگم که تا اینجا گوش دادین، اگه البته گوش دادین. این نوره میخوره تو صورت من، بده یه چیزی ما بزنم روش که نوره نخوره. میذاریم یه چیزی چی بزنیم روش؟ خب همین الان میخوای بذاری؟ یه چیز بزنم بالش تو بده. نه اون رفلش رو بگیره، فکر کنم میگیره. یه جلو این سینما دیگه. همین الان ایده تصویری رو میده برای گرفتن رفله از بالشت استفاده کن. جنبندی به نظرم میخوای اگه چیزی به عنوان جنبندی؟ نه جنبندی میخوام سریع بگم. اینجا اتاق ایده پردازیه، طوفان فکری میکنیم و گفتیم که این فضای طوفان فکری رو خیلی راحت به تصویر بکشیم، همون چیزی که واقعا هست. راحت همه ایده میدیم، مسائل مختلف میذاریم وسط، راجعش ایده در میاریم و یه سری قانون داره دیگه، نقد نمی‌کنیم، تعداد ایده ها واسه هم مهمه، تخیلمون تا بی‌نهایت میره، به هر چیزی فکر می‌کنیم. از شما هم می‌خوایم که اگه دوست داشتین حتما مشارکت بکنین، شما هم ایده بدین، شما هم مسائلتون بگید و همین یک اتاق فکر خیلی بانمک
و یه نکته هم که به این رسیدیم این بود که توی فضای یوتیوب توی برنامه‌ها ما اغلب می‌بینیم که یه چند تا کاتگوری مختلف برنامه‌ها وجود داره. یعنی یه سریشون آموزشی صرفه، این مهمه. آره فقط آشپزیه، نمیدونم فلان، مثلا ریاضی، تصویر، هر چی، تصویر برداری. یه سری فقط سرگرمیه، مثلا خنده‌دار و مثلا یه کارهای عجیب غریب میکنن، جوک میبینن و فلان میکنن، ریاکشن میدن، با هم دیگه بازی میکنن و این داستانا. یه سری هم خب شاید احساسیه، نمیدونم فضاهای این چنینیه و موارد این شکلی دیگه. ما گفتیم که این برنامه به نظرمون رسید که یک فاز ایده پردازی خیلی کول که با هم دیگه نشستیم واقعا در عالم واقعی رفتاری خودمون اینجوری شکل میگیره که خب ما یه سری ایده ها رو میدیم، این وسط ایده های بامزه هم یهو شکل میگیره، مثلا واقعا برای خودمون خنده داره، میخندیم، شاید برای شما بامزه باشه. احساس کردیم که این موضوع خودش سرگرم کننده است. یعنی واقعا فضای اتاق ایده پردازی معمولا برای من اینجوریه که جزو جلسات خیلی جذابه تو شرکت ها. حرفای منو یواش یواش داریم اسپویل یه سری چیزا اینجا گفتی جذابه، گفتم نگو، نمیخواد تموم کنه، ببند دیگه، چون منم حرف دارم. آره یه بعدی این که بداهه صحبت می‌کنی دیگه، حرفا هم یهو میگی و زودتر میره و اینا. بعد حالا اینو پس میذاریم رامتین بگه. ولی ماجرا این شکلیه که ما گفتیم هم ایده ها رو میدیم، یعنی این پروسه ایده ساختنه، این که مثلا این فضا رو ایجاد میکنیم، خودش به نظرم یه حالت آموزش داره. یعنی مثلا از همدیگه یاد میگیریم که آقا اینا رو چجوری ساختیم، چه ایده‌ای به ذهنمون رسید. ممکنه واقعا وسطش بریم یه چیز مطالعه کنیم، یه چند تا فکت چیزی هم به ذهنمون برسه، راجعش بتونیم صحبت بکنیم. بعد در نهایت این ویدیوها، این محتواها خروجی داره. خب یه تعداد ایده واقعا توش جنریت میشه که ممکنه به کار خیلی‌ها بیاد، استفاده بشه. میگم ممکنه هست به کاری نیاد، ولی یه جا ذخیره میشه، بعدن شاید بهش فکر بکنیم ازش یه چیز دیگه واقعا در بیاد بیرون. و خب فان هم هست، با مزه است دیگه. یعنی ما احساس کردیم که همه این کاتگوری‌ها رو یه جورایی این برنامه داره شکل میده. حالا ممکنه سطح سرگرمیش مثلا در حد اینکه طرف مثلا داره جناب با تفنگ بادی اون یکی رو میزنه، کبود میشه، میمیره، مثلا نباشه. ولی خب دیگه در لول برنامه و فضای خودش به نظر اون جذاب و میگنجه. شما یوخه که بگو بریم سراغ بقیه. آره این که گفتی آخر گفتی خیلی به نظرم جالب و مهمه که یه عالمه کاتگوری و یه عالمه برنامه مختلف وجود داره. اینم یه نوعیشه دیگه. یعنی با توضیحات کاملشو دادی. اون چیزی که مثلا میگم داشتی اسپویل می‌کردی، چون من واقعا در حد یه جمله می‌خواستم بگم که چی میگن، من و تو یا خود من و تو قطعا هر تامون اینجوریم که مریض این ماجراییم و برامون خیلی جذابه. یعنی واقعا جذاب، یعنی شبیه گیمه، میدونی؟ همین که میشینیم با هم دیگه این کارو تو کافه یا جای مختلف میکنیم و لذت میبریم ازش، به جای اینکه مثلا بشینیم با هم دیگه کال آف دیوتی موبایل بزنیم، پابجی بزنیم، نمیدونم این کارا رو بکنیم یا بریم مثلا بولینگ، میشینیم این کارو 4 ساعت توی کافه میکنیم. این دلیلش چیه؟ خب جذابه برامون که این کارو میکنیم دیگه. و این داستانش به نظرم خیلی باحاله. آدمای دیگه هم قطع به یقین هستن که همینجوری براشون جذاب باشه و اونا هم قاعدتا پیدا میشن، با هم دیگه مشارکت میکنیم. و میگم اون چیزی هم که گفتی قطع به یقین به مرحله چی میگن ساختن، به مرحله چی میگن اون که ازش یک بهره برداری بکنیم قطع به یقین میرسه. چه واسه خروجی میاد بیرون، آره چه واسه کسایی که به ما ایده میدن یا ایده خودشونو مثلا ما پرورش میدیم، با هم دیگه چیز میکنیم، اون طرف ایده رو انجامش میده یا نه خودمون ایده های خودمون رو انجام میدیم و مرحله چیز میرسونیم، حالا تو هر بخشی که هستش. آره واقعا یعنی یکی از چشم اندازمون اینه که یه سری ایده ها رو اصلا بشه اجرایی کرد. یعنی به نقطه‌ای بشه برسی که یه سری ایده ها واقعا اجرایی بکنیم و اتفاق بیفته. خلاصه همین به نظرم توضیحات جامع و کافی. بازم حالا هر نکته‌ای بود که دم شما گرم، می‌نویسین و ما هم جواب میدیم. و اینجا فقط توی اپیزود 0، حالا توی قسمت بعدی، اپیزود بعدی میخوام اصلا وارد این بشیم که راجع به برنامه خودمون ایده پردازی کنیم. به نظرم یه سری چیزا رو عوض کنیم. ها مثلا چرا باید بگیم اپیزود؟ بجاش یه چیز دیگه بگیم. آره چی بگیم جا؟ آره مثلا الان که رامتین گفت بچه‌ها، چرا مثلا من اینو خواستم بگم اسخای می‌کنم قربونتون برم. بعد مثلا ما کلی الان بلاگر و فلان و بیسار داریم
که اینا مثلا میگن خوشگلا، بچه‌ها، رفقا، مثلا فالوورای عزیزم. آره صحبت اینه که مثلا چی بگیم، یعنی چه کلمه‌های دیگه میشه گفت، از چه ساختار دیگه میشه استفاده کرد. مثلا راجع به خود ایده بگیم شاید بامزه باشه، بعد خود اپیزود اصلا می‌خوایم عوض کنیم، یه واژه دیگه میتونیم استفاده کنیم، یا به جای عدد اصلا چیکار میتونیم بکنیم، شاید واقعا یه کار دیگه تونستیم بکنیم، یه کلمه بذاریم یا آره. الان اسم برنامه‌مون رو هم نگفتیم. نه حالا اسم برنامه که احتمالاً این بالا معلومه، دیدین فلان دیدین دیدید. و موضوع اینه که ما به یه ایده فکر کردیم، یعنی به ایده اسم برنامه دیگه فکر کردیم، حداقل اینو فکر کردیم رو کانسپت ماجرا، گفتیم این دیگه بداهه نباشه، راجع به این یه 2-3 جلسه با هم دیگه صحبت کردیم، به این رسیدیم که الان یه چیزی مثل هوش مصنوعی تقریبا داره همین کارا رو میکنه. یعنی یک فضاییه که شما در دسترستونه و هر وقت که عشقتون بکشه میتونید برید یه سوالی بپرسید، مثلا این فلان کارو چیکار کنم، واسه این 10 تا ایده بده، 20 تا ایده محتوایی فلان، نمیدونم هر چیزی دیگه، برای هر چیزی ایده یک مسئله بهش میدیم و حل میکنه. حالا توی هر زمینه مسئله یکی شاید کد وبسایتش باشه، اون براش کد مینویسه. موضوعش اینه که ما گفتیم که هوش مصنوعی خیلی خوب ترنده، فضاش اینجوریه، ولی واقعا یادمون هم نره یه چیز دیگه هم وجود داره به نام هوش طبیعی. چیزی منتظر بودم برگردی بگی یه چیز دیگه وجود داره به نام هوش طبیعی، با هم بگیم. نه میگم برگشتی اینجوری بود، واقعیتش تو سر خودم که همچین بود، ولی احساس کردم خیلی ساده. حالا یه دونه تستی تو بگو برگشتم. خلاصه یه چیزی یادمون نره وجود داره به نام هوش طبیعی. اینم باید یه فکرم به همانه آشنا میدم شبکه دو شبکه. خلاصه هوش طبیعی یعنی گفتیم که یادمون نره واقعا یه هوش طبیعی وجود داره که این کار رو میکنه و ما خودمون جلوشو گرفتیم، یعنی نمیذاریم که پرامپت بزنیم براش ایده بده، بعد این ایده ها رو ایگنور میکنیم، میترسیم فضاهای این شکلی و اومدیم اسم این برنامه رو گذاشتیم NI Natural Intelligence، هوش طبیعی، و یه شعاری هم براش درآوردیم که اون دیگه شما نه هوش آها ما براش در نظر گرفتیم که ما هوش طبعیم. مثل شوخ طبع، آدمی که طبع شوخی داره، ما هم طبع هوشمندانه داریم. ایده پردازی. آره ما هوش طبعیم. آره خلاصه گفتیم این هوش طبیعی، مثلا میگیم که تهران یه ذره برامون هوش طبعی کن. رامتی داداش هوش طبعیه. آره مثلا بیرون کسی ببینیم یا کامنت بکنیم او چه هوش طبع، به جای شوخ طبع از ما دیگه هوش طبع از ما زیاد خواهید شنید. به چیزام رسیدیم، به مثلا فکرهای بد و اینا، هوش تلخ. مثلا یکی میخونیم نه دیگه اون میشه نقد چیز، اونو در خودمون میتونیم، اونو برای خودمون. آره چون گفتی نقد وجود نداره، به شوخی میگم بابا عجب هوش تلخ بود. خلاصه این گفتیم اینجا یه جاییه واسه هوش طبیعی که بیایم اینجا ایده پردازی بکنیم و دور هم باشیم و فضامون اینجوری پیش میره. و این هم اپیزود 0 بود و توی اپیزود بعدی پس راجع به این که اصلا ایده پردازی بکنیم که لوگومون چی باشه، اپیزود رو به جاش یه چیز دیگه بگیم جذاب، لوگو جذاب، تصویر داره لوگو، مخاطبا رو چی صدا بکنیم، مثلا فضایی چی بگیم، ابتدامون چی باشه، اینترو بهش میگن. آفرین اینترومون چی باشه مثلا. اینم یه کوچولوش فکرایی کردیم. آره ایده اینم خیلی بداهه در اومده بود. ولی همین دیگه. خلاصه که اگر که خوشتون اومد واسه همون کامنت بذارید و یعنی به اون بگید دیگه، یعنی هر نکته‌ای که به ذهنتون رسید بگین که بهترش بکنیم. بازم میگم این قضیه نسبیه دیگه، چیزی که شاید مثلا رو مخ یه نفره ایدئال 100 نفره یا برعکسش، این قضیه هم وجود داره. خلاصه که ما آغوش شما به نظرات شما باز است. داشتی توضیح میدی آخرش غمگین بودم از کردم اینجوری بود. یه حالی شد برخورد داشتم من نمیدونم چرا اصلا اینجوری بودم.
داشتم به چی فکر می‌کردم. عالی بود. آره. تو فکر فرو رفتم. حالا این پام هم که تکون میدم امیدوارم در تصویر نباشه، اگه بود رو مخ بود. نه نیست. این جزء چیزایی که بکنم برامون می‌نویسم. پا تو زیاد تکون بکنم نده. نیست. دم شما گرم. خدافظ. تموم شد؟ آره. چقدر سریع تموم کردی در اما خدافظی کنی؟ نه نمیدونم. خدافظی کن. میگم یه دفعه آقا چیز کردی گفتی خب دیگه من اینجا مونده بودم. بابا آخه دوباره به من هی مثل جلسه ایده پردازی واسه تصویر میکنم دیگه. میگم مثلا من جلسه ایده پردازی تموم میشه مثلا چیکار میکنم؟ مثلا بقیه میگم خداحافظ. خدا نگهدار. مثلا پامون میرم دیگه. مثلا دفترم برم یا آقا دمتون گرم خدا. پامون میرم دنبال زندگی. غیر از اینه؟ نه اگه غیر از اینه نه نیست. باش. پس من میرم قطع میکنم. برو قطع کن و تمام. خدا نگهدار.